اینقدر مادرم برای شما خوبی کرده، خوبیایش به خاک یکسان نکنید. یعنی بیشترش نمیچش میزم که اسمت برای آرام بشی. دادا گفتم سر آرزو که از گپ من درجا بچه فردی بسیار زبانش هم تو که قرار خدا ما جان چی کرده؟ ما مسئله از مرد بود ناق میگه نه کار مرد من نه کار تو چیکار دارم خیر بینت ما اینجا فردی ما کدام گپ دروغ نمیگم، از دلم نمیگم، کل گپایتون شیرین پیش ما دادا چی میگفتین؟ از پیش تو خطا خورده، از پیش بر من خودش اینا خورده بودن چرا سعی بسته نکرده بودن خطا خوردن کدام از کل سعی محمد میگم که سعی داماد جان خب بچه های اولاد داماد و چی من خانم درد داره خب نه چقدر اگر نسکتش گفت که خوارت از بود اولاد پدرت از بود که نه نگی بود اجای خواستگاری رفتی که نشد پشت و گپ پیدا کنیم دیگه که موضوع را آرزوی به درجه آخر بیعقل برآمد. من گفتم بسیار هوشیار هستی دختر موشه مگم نه بسیار جاهل برآمد. تو میفهمی؟ تو مش مولم هیچ گپ نمیفهمی دختر. میفهمی که من رفتم دید که وسایلای آرایش یار کل چیزی که بده نبده جمع کرده در پلاستیک انداخته که من دست و بیت میتم بره. خانه هیچ خلاصی نبارن. هر چقدر که کار کنی باز ببینی که یک کار مونده. من فکر که از وقتی که در دنیا آمدیم این وضعیت دارم میبینم. آره چرا این کار نمیکنه؟ چرا میکنه؟ از خورترکی تا اینمی رو اونمو خویه داره. از اون رقم که خیلی نشد. اینمی خویه هست اصلا خورترکیش هست. نیستم برو دیگه مقصد کار نباشی خواهد ما دیگه من گفتم تلفن رو دیگه برات آوردم دختر چه سعی ما فقط از مزاق گفتم باشه فکر دیگه شما دختر دیگه چند روز کشیام کردینانی روغن از یام کم است مجبور سر کنم که اینجا نباشن نیستن باید میکم کنم من خیلی اینا رو با ثبوت گرد کردم ما چرا از مواد غذایی ما استفاده میکنی؟ آها چی؟ روغن از یک بیبی آلو چماخ از آسمان نرفته سلمه بیچاره کار کرده جانش برآمد در بگیره بلند نفستا زار بخیر خیلی کم یک دقیقه تو از گاز ما چرا استفاده میکنی؟ گاز خودت چرا روشن نمیکنی؟ سعید خانه ما برای جای دادیم دیگه دست دادیم دست ما را شانه قطع نکن بلند میخواد خودم سر میخواد نمیکنه روز بعد کامت آدم خرد دسته گیره اما چی خواهی روز بعد از مواد غذایی رو برای تقسیم کنی؟ قیامت خونه میشه قیامت میشه تو خم از گوشت خونید که کل گاستان خلال شود نه دلت بود که گوشت هم بیارید یا پختن شما پلاستیکای گوشت میخورین گوشت دمتان ندید از برکت ما بده کنیم میتونین یک کمک من دادم زیاد نمندازم یک
قرطم برد نمیتم این یکم برد نمیتم آرام از سرت باز هستی ما رو خیلی چرا آوردین از برای خدا ما آوردیم تا خودت آمدی ما کجا آوردیم تا تو خودت آمدی حالا فلانه تو که از خانه نمیداد به خاطر این بچهای ما خانه ما پیدا میکردیم حالا از خاطر شما از اونجا کوچ کردیم مجبور نمیآوردیم شما رو نمیآوردیم حالا که آوردیم تا خود چیز شریکی که ایتا نکردیم سعی که خانه ما شریکی است نان ما شریکی نیست گاز ما شریکی نیست روغن ما شریکی نیست یعنی بسیار زبان باز هستی زیاد زبان بازی میکنی بله خیر آخر کوچ میکنم پس از پیشتر چرا خیلی؟ برم صبح برم بیکار بخیر هست میریم اما این روز شاگیری بخاطر نمون که روز بتون دم خانه من نه ما مدام روی سرک زندگی میکنیم خانه تو نمیام صحیح است باز ما خانه شما دیگه نمیاییم باز بیایم نمیشیم که اگه بو این کاسنات خانه ما میایم رنگ اسنات میگم نه اسناد بینید تو بیایی نه از تو خریدیم نه از تو خریدیم صحیح است حالا من صافی خوب بده نه از صافی خود کار بگی الو تو دختر زبان باز است در تو فکر کردی که مادرم خانه است تو سر به دنیا در میدی و دختر چقدر زبان باز است تو که در ندادم خانه رو در نمیتم جای من خیلی در دادی اگه من در ندادم تو مخ در سوختان نیست بیرون خوب شد کاش که بجای تو خم تو رو در میدادم بچه تو در میدادم من اکسپاک البته میشه اما تو در خانه تو دسپاک نداری دسپاک نداری اما در خانه تو چیز نداری کوچکشی که چی آوردی از مود مسائل ما که در موتر وسایل شما زیاد بس این پر سوخه آخر که مرشنی قصدم میرم بازی ریشگی برتان میمانه فامیدی نفامیدی در اون جب تو میرد سرخانه ما دوام میکردی حقم میرسه برای چی رسی حالا دیگه خانه گفتی که دیگه من تو سر بدنیا خودتم کردی سرکت یا بار شکست مواد خانه ما استفاده کنن از روغن استفاده کنن یا اینو تو لچری رو میندازه به خدا مردم ما میخورن ما رو فقیر کنی اگر میسه هم نصیب ما نشد گم کن از این چیز سالی نکردم در میشه برم مختخ ما بیارم ایت نمانه میشه که بخورم بی تنها به ای خدا جانم باشه یک دقیق بیا جان که نفتی جایی که تنها به بیچاری زدی خدا چطور کنیم مجبور هستیم بیا جی اینی جایی که موسیقی خوب جای است دیگه خدا ماشاءالله یعنی دیگه دکرا گرفتیم بیا جی خوب جای است برام خورجان حالا نمیدی اما خانه را گرهون میگیریم الو با خدا زن هیور جان کنم قطعی زنم باز وابستم چطور کنم زن کوکا جان سلام چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ مریضی چطور شده؟ مادر جان؟ بابا چی؟ چطور هستی؟ بشکر آمدی بخیر؟ بخیر باش بچی شفاخانه بیرو بارد شفاخانه بیرو بار کیران کنی بیا جین بالا بشین ما اتاقم جمع نکردم خیر بشین بشین زن کوکا نی خانه خانه خوب خانه است نی؟ خانه خوب خانه است زن هیور جان از مجبوری با خدا دیگه گرفتیم دیگه تو کنیم نمیشه دیگه آخر فروختیم نمیجا آمدیم باز منی تمام باز نمیوندی که به سرکتی حالا در اینجا رسیدیم چی کنم از میگم مجبوری مجدغار خود جای نمیشد آدم بخود جارو را کش میکنه حالا چی جبر کنه که داوردی خاص به خاطر اینم دختر دیگه چطور کنم اون زن هیور جان راستی اورم ما تل خود در کتیر کردم میگه. دختر بودی؟ از روی دو سرش نکوست نیکوست اون از اون خاطر دیگه نه دختر کش کرده آورم کت خود اینجا من مادر جان این یالا سرگرد شده این مادر مادر جمجه رو میکنید خیلی مادر جان چیز کارت به اینجا بیشی مادر پیرست جون اونجا بیشی الو جان مادر جان خوب شد آمدی مادر درون آمدی خوب شد که خیلی من رقم تنگ شد خیستم برای من نه خوب کردن من نخواستم بایتون گپ بزنم مادر جان چه قربانت چه میگی بو مادر جان جان اما موضوع پدر سمیرا که بود نی حالا نمور خود من اشتباه نکردم نی و خودش هم کار میکرد
دیگه از یک حساب اشتباه کردم برای مامایم گفتم سمیرای تو رویش هم تغییر کرده بود. نه سمیرام رویش تغییر کرده بود. تو هرچی میگم قار است پشت کله خود گپ میزنه هیچ سیم رفتار نمیکنه. باز من مجبور شدم برای مامایم بگویم که سمیرا در خانه هستیم دیگه بعد است نه که قسم نمیشه دیگه همون خود کار بگیریم. ولی مامایم یاد کردم گفتم که سمیرا این یک ذره برای قار است میگم شما بگین که این قسم رفتار نکنه. باز داوود سمیرا باز به قار شما میگه برای ماما شیطانی کردی. خب صحیح حالا فعلا من در خانه هستم. باز از خانه که برآمدم باز گپ میزنیم. با میایم باز همونجا از نزدیک گپ میزنیم. برو خداحافظت. خداحافظ. وعلیکم چطور جان ماما؟ از ما گفتم خانه جور کنیم. خانه رو میخواستم جور میکنم. خیلی زال جان این خانه رو ما جارو میکنم دیگه من بندازم فکر برو دزامات میشن خانه دیگه هم جارو کن. خب من دیگه بندازم ما هم جارو میکنم. ماشاءالله چقدر دختر خوب هستنی. آزادی بسیار دخترک خوب است. بسیار دختر آرام واجه. کارگر. نام خدا چی میگه؟ گفته یگان تا نام خدا قد شمشاد شاخ شمشاد که میگه. نه قدش هم نام خدا متون. قدر رو باید جان تو خوارزاده و قوم خیش زیاد داری نه؟ نام خدا هاش خود. چطور باز رفتی برای باید دو قدر از نور نوزاد گرفتی؟ حالا خب قسمت تقدیر است. قسمت از قلمزن است. برو که چیز گفتن نمیتونه. خب خاله بیبی جان سلام بیبی خوب هستی؟ از کجا پیدا شدی؟ خوب هستی بیبی جان؟ دختر از کجا پیدا شدی؟ صدق شده وای چیزی رو میتون بیبی جان تو خود طرفا نمیدیدم. کی آمدن مادر؟ یاد نکسد قیچی هم بیبی جان. نمیدی کی آمدن؟ باش چی شد؟ سلام خوب هستی؟ قی خوردادیم شام خوب هستی؟ مرویشم خوب هستی؟ جان زیاد خوب هستی؟ مادر جان خوب هستی؟ بیبی جان صدقه چند بیبی جان چرا نمیین یک دفعه؟ بس هم جواب نمیده. بس ما بگم تو میگی بیا که مانده شدی صدقه چند خب یک اول خادم میشه بالا میشینی پایین میشه صدقه چند شکر دخترکم صندوق شدیم به خدا بیچار و خیچ یک نه گوام میگیرین قزنگ زنیم به خال و تو زنگ زنیم زنده باشی با معنیشان زنگ میزنیم هیچ کس جواب نمیده بینیم خوبی از تلفونشون نمیفهمی خرابه دین روز بیبیت رفتن خانه تان پشت دروازه تان رفته که دروازه تان قلب بند کردگی دیگر خونه آمده رامه قیق دفعه نمیگی که ببین نبیلالان نشه صدقه چه نبودی سرما چی روزایی که تیر نشد کاش یک دفعه می آمدی کاش یک تیر زنگ میدونی تو اول میدونی که زنگ شدم بیت که جواب نمیداد چرا نمیده من چون خونه خالی میشانم من باید چقدر زنگ زدم خونه چرا یک دفعه چطور از مادرت شکر خوب هستی میزدی با کلگی زنگ زدم بیبی هیچ کس جواب من نمیداد بخورین شما خواهم میکنین اما قناه میگین که باش کمی خوشی قمق میخیزه صبح تا بگاه جان میکنن زامت میکشه اینا که یک روغن هم نداشت روغن هم خلاش نمیم که روغن خلاش ده میموندی ما پختا میکنم حالا بچه مریم جان ما تا برم کمی بسیار مریض بودم خدا مرکز بیدار نکرده خب خیر اگه تا میرفتم که باش حالا این تخم خمیس در روغن نداره کمی یک قاشق ماسوری تو خیر روغن پرتم که در جانم گرگ میدوه خال مغالک ششیم آرزو علی روغن از این دستم گرفت که مرچم خانه ما شریک است که نان ما شریک نیست آلو مادر خانه میگرفتی از روغن نداشتیم خونه خلاش رو بود هر چی کردم از خود یک داغش کردم باشه یک چار طرف بفته که تخم نچسبه هیچ چیزی نشد کلش خلاش رو نگفته بودین ما هم نتونستم که برم تا اونجا برم روغن گرفتم خیر حالی آدم میره یک جایی یک تا روغن قد کردیم پس میتم ولی خونه میکنم قد میسه از زاغ زنده باشه خود تو میرفتی اجازه میگرفتی باز مینداختی مردم خیلی سال بیخ بیگانه نیست بیاد از زادای مست دوم دیگه اینه مادر سنوی میشه دیگه حالی خوب کزگه خانیست که بایم بایم سنویم پخته میکنم چی باشه یک چکر تومو تو بیر ننداختم تومو تو سر آواز کن که بعد دوید در جام این بوتل کش کرد اینجا پرده و گذاری من همیشه نشت میریم دیگه گمش هر جا که رفتم میریم یه خانه پیدا میکنم اینجا که هیچ پرده بنامش بگی بکن دبینی رسیدم به خدا سلما جان نمی دختر می چرا آوردیم یارو چرا آنم خیلی خوار است
این دخترها کتم قارس که چرا آوردی؟ خب نمی‌آورد زن با به خاطر چی خانه کرد مادر جان کمیزان کاکای خود نگری دوست سرش نیکوست حال مجبور است از خاطر اولاد خود او را پشت پشت خاطر کرد چی زن کاکانی از سرش خیلی میاد دوستش خدا ما میگم گمشان کنه نه بچیم شب خانه حالا سیار دقا آوردیم بخیر برای حالا بیبیاجی چیز کنیم چرا؟ بچه بده سیرا بخیر ریزه شد گرمی؟ بچیم در یخچال شیر است همون شیر گرم کو بچیم بیار برای بیبیاجی همون شیر گرم کو دخترم بیا برای بیبیاجی که بخوره باز شیر آوردی با من قصه سلما رو برد اما خاطر که دوای ما بیاری جان میارم خاطر دوایشم بچیم ما که دوای ما بخورم که دوای ما دکتر گفت که ناغه نکنی دیگه چی کنیم با خدای نمیجی که آوردی میشه نمیجای دخترها خلق مرا تنگ کردم مادر چرا ای را آوردی باز نمیجه سر صدا میشه دیگه دخترم امون روز مرا میگه مادر حال که آمده بدی چرا مرا آوردی چرا امیار آوردی کرای خانه برد نمیته میگه حتی چای سیپتی که پیسیش نمیته چرا آوردی قرار نبوده ما گفتم بچه ما مولا نسیم کرای خانه رام بتا چای سیپتی که هم پیسیش بتا گفتم بس دو ماه گفتم 2 ماه 3 ماه کرا را ما پیشکایی دادم حالا من میبینم غیر دیدم یک چند وقت بیشینم زنی برجم یک جایی که به دلم پیدا شد همون جای گرام میگیرم میرم ما که دخترها گفتم که تم بیبیاجی میرم میشینم باز ماما خود که بیاد چیز تیر من خانه را گرام میگرسی از گرام بیدر گفتم که خود شش رخمت من لخی که از لخصیت نبود خب گپ زدی دیگه من گفتم میرم که بیبیاجی حالی دیگه دختر خودش هم مرا گفت مادر خیره گفت مرا در جمع مرده ایسا بیگی من خب مرا ایج بیگی بگو من مردیم خدا نکنه دختر من از خاطر گفتم از بدید چشمی تو ممی قدر جنجال گرسیم سر خدا آوردیمش دیگه اینی رفت توکل با خدا چی شد بیا سپرت کتا با خدا کتا مردم ما پوست گوشتم خشک شده کتا از یان میفهم نه چندان زن نیست با خدا مت روزای سر ما کرد تیر کرد الکن تیر شد تو روزا سرطان زلون کرده بود کارستانای کرد که مجده کدام نکرد این نوع تو کارستانای کرد میگم من خب میگم هیچ چیلا دادنی نبود حال کوچشان هم گرفته آوردیم باور که حتی کرای کوچشان ما دادم هم اینجا کرای موتر هم نداد نه کرای موتر داد نه دیگه او رنده سوده او پلو خواو نمیکنه که او بریش آخر روز بردم چی میگن که می خط خانه رو نوشته میکنه سجل خانه و چیزا رو بردم اون در سجل رسانده گفته که همی چای سیپتیک شما پاک کنید رابطه ما رو خراب میکنیم رابطه ما رو مامایت یا تو اینه میتفت انداز استی دیگه پا دیگه چی بود گفت بیا بریم مادر جان خانه خود ما باور که زمین نگاه های زمین را از زمین وضعیت از زمین بیا نکنه مادر بریم حالا چرا خانه خود مادر میریم حالی سید قربان چم صدقی چم حال بخیر خود پای بچه مامایت بر میگیریم بچه ایره ما کجا بانم برم زنم مامایت کم بختنا و خیر هر کسی اگه میزنه سخر میزنه آدم گذشت میکنه صدقی سر چم پس بخیر که بیدرم ازمی کل چیز که جمع شد بخیر آرس بیادر خدا کردم میفهمم که زن مامایت تنها نمیمونه کتش نفر میباشه باز میخیزیم میریم حال دیگه من نمیتونم صدقی چم مادر جان مامای ما بگو ما میریم خانه خود ما دیگه ما اصلا نمیتونم خب مامایت دیگه نمیداری و برم دور جان که نیسوناش برا نیمسونا برا در وسط بشینه دیگه خیلی خوری چی ما و باید زن خود میاره دیگه نرسی میکنم صدقی چم مال تا که زن از اون رو نبیارم گفتم من رفتن نمیتونم مامایت است تنها زنش کم با خونه یک گرن گپ اگه میزنه خیلی که زن در هر خونه این پیاله در پیاله که بخوره ترقص میکنه از من یک چیز میشه تحمل نمیتونم سر که یک روز نیستم یک قسم طرف تو یک نگاه های خسته کن میکنم شما هم رفتین یک قدر کردین زحال بردن اینجا خونه همین اما قناه میگن دخترم در خونه کجا شد نشد بچه مال ما که تجامیو کم دستشون نگیرم ما که کتیازیو جوی نرم ایسو نبرم اوسو نبرم خیلی چی رقم اما قبلا فکر میکنم دخترم در خانه تنها چطور میشن الو قربان دخترم شام دخترم خانه کت مامای خدا فکر نمیکنی که دخترم تنها منجسه
اینجا خب من دخترم میبینیم. خب مادر داری چی هست دیگه؟ اوی خب دیگه من شما رو پشتیتم. موزت خیلی خیلی تو سمیرا رو که میبینم بخیر دلم خیلی بدی در چیز گذشت داشته بود. هدفت یعنی چی است؟ خب ما چی همین خبر شدم نه که پیش از دیگه آرزو رو بیرن برو باید خور دیگه شه میگه نامزد کردن نه بازم پس اعلان داده شه. چطور اعلان داده خیلی؟ والا حالا سمیرا جان تو خانه خانه خود ماستی شکر از خود ماستی حالا خب گپ پی خود نمیماند تره پی این خوب است. اونمو اتو شد که او نشد او پای بند کرد نشد که نشد این امکان خوشیم است خوشیم پای آدمی امی هر دو پای آدمی یک موزه کرد گفت اگر میشم این از این خاندان برزده و باید میگیرم اگر نمیشم حالا در قوم و خیش خوی گپ زد بعد از که یک دفعه نامزد کنیم باز پس اعلان کنه دختر و نه بچه رو خیر از دختر اعلان کنه خیلی گپ بعد از این کار کرد خوار آرزو باز تو چطور رفتی پس خوار از رو گرفتی به خاطر از این فکر نکرده که خوی خوارش گرفته اعلان کرد نشد تو سر از ایشه بیرو سمیرا جان قدر که کس خبر نداره غیر خاندان خود ما خب باز خوشیم به خاطر از اینکه گفت که سر از این گپم خاک گفتن که یعنی گفت دمی خاندان ما پای مانده بودیم یعنی نگفت که نشده گفت یعنی باشه دیگه دختر میگیریم که کلگی بگو یک ها این خاندان پای مانده بودن یعنی دخترش گرفتن حالا خود خود کس خبرم که نداشته باشه حالا خودت خبر داشتی که او خوارش نگرفته لاک کردی خیلی بسیار گرد بعد هستنی تو باز رفتی خوار از رو چطور اعتماد کرده گرفتی گرچه که قدر خوارزاده ایت سعی که اول زحل و تو هم چند نفر زنگ چه بلا خوی پیدا کرده چه جواب نمیدی دیدی دوزای یک رقم شده شوی از این خفه شده روزایی که ندیدیم مویج از هیچ گفت خبر نداره من رفته بودم کدام طرف چی به خاطر شفخانه امیم که مادرم جنگ کرده بود امیم خود میشناسی چی رقم زن است جنگ کرده مادرم یک طرفش بخی فلج شده بود یک مریضی آیاتی نگو تو یک حالت داشت که یک ما بخی هم تو در جای افتاده بودیم تو برگردیم آل شکر خوب است میگه فلج شده دل شکر خوب است بی امو دفعه یک حالت داشت فکر کنم خدا نخواسته هم تو طرف میشد میمرد فشار بالا داره نه یک دفعه ایق زنگ زدم بی حتی چند دفعه کوشش کردم که بیایم این طرف و طرف نکس زنگ ما جواب میداد که گفت بگم که دخترت مریض است بیا بی خیر گفت زنش تو یادت میکرد هر دقیقه که من مادرم نیست نه مادر بود نه خوار بود خاله به چند دفعه زنگ زدم خاله خیر حال اما دختر آرزو را خیر گمش کنم مسئله زمون رو به جدا مونده امو خوارتان بود یک دفعه زنگ نزد یک دفعه اولش نگرفت چند ماه دیگه رقم شده بیخی طرف خود خواست شوی گرفته ای خب خاله جان درکتان میکنم سعیز درک میکنم خاله جان خود دخترم راضی نبود چی میکنیم بدون رضایت میشه نشد باز چرا همین خوارتان بخی یک طرفه کردیم این همه وقت یک زنگ نزدیم یک اولش نگرفتیم شوهرم گفت دیگه نرو وقتی که دختر برات نداد دیگه چی میکنی که میری حالا خیر کاکا هم میفهماندین بیبی میفهماندین میگفت دختر خب از زور نمیشه داده باز یک جنجال دیگه شد که اینی سر خانه میفهمی بیبی که همه میگه که ماشین زمین بیادرم بود گرفتیم خانه رو چی کردیم فروختیم بیبی سر قیمه تو تکلیف ها رو تیر کردم من چون کموری کمرم چی شده بود چقدر کمر درد بودم دخترشی باش میامد یک طرف در جای بود بیخی من تو چقدر من چه خبر خوبی که گپ میزنم کم بود من خفه از خان خود تکن بگیره سافیرام از پیشم بود چرا میگه گاز ما رو چالان کردی؟ نه دیگه من فکرم بچه کار نمیکنه گاز از ما رو چالان کردی؟ فکرم کار نمیکنه ای خدا آن تو گاز ما رو نمیشنسی اونجا قاید ریزه میگه بچه گوشت شما نمیخورین من دو تا ارتخان زود پخته میشه گوشت خونه همیش ما کجا گوشت میخورین در چون ما پایین ما گوشت نمیشناسین سینما میکنم یه رقم چقدر یه رقم دست قول انداخت مادرم سویات زبان بالا نشه شرم نه که در خانه چی روزه خب نکن تو هم هیچ خود دامداران نکن کارشون مادر هرچی که داشتیم از خود ما رو استفاده کنیم بیگانه خیلی سعی مردم از بیگانه یک چیزی میگیره خب میره اجازه بود زن بیادرم بود تو به اجازه گرفتی اون قارش آمده و مشک سالا بچه میره کد نامیده خم کرده چی کنم خیلی چی باش نشد نمیشه بچه پردر گذاری مشمون جا نمیشه مجبور هستیم که یک جا بریم با خود خانه پیدا کنیم هیچ پرده من بیخی نمیشه من دیگه دنی خانه و جا دیگه مشکل من قجیگرم کنه که تو بعد انتظار نیوردیم
دیگه داری به جنجال خدا گرفتار شده. دختر خیلی باز چی گفت سلما جان؟ سلما جان خدا مرا گفت مادر جان من زن که بجای بردنم بیارم نه بچه من دوای ما بیار خلاص دوای ما اگه مادر جان گفت شب خانه نمیرم امروز گم بیبیم زیاد یادم میاد دق آوردیم پشان گفت برو تو خیلی برو بچه خانه بیبیت برو دیگه کجا رفته سلمون مادر؟ خانه بیبیت رفت دخترم خانه بیبیت؟ گفت برو چرا من نبود کدی خواد؟ گفت هرچی هر کجا میتون هر جای میریم من نمیبریم تا چرا نیوان دختر خانه مستی دیگه میرین هر جای شما چکر میگین من نمیبریم خود دختر مگینال ما سلام تو بر خانه دکیم خیمه رو میبور خیلی سی دفعه سلما آمد با دیگه دفعه تو برو سلما میرفتم دیگه که تنها چی کنم کردی میگی مریم نمی‌دونم مادرت بفهمم حالا اگر من کدام چیز بگویم در سر دانم میزنم میگه که تو باز تو کت خورد کت مادر تندیس شدی با خدا مادرم اشتباه کرد که کارا کردم ما را آورد اینجا کت خود یک جای گپ بزن بفهمم ان شاء خوبی خودم کرد که ما رو خود جای قرار ما پورا میتونستیم تنها خود خالصی ببینی سعی کو امروز امیم سر یک روغن دعوا کرد صبر و سر با سر اینمی خانه دعوا میکنه خانه خاص خود ما نیست خانه مردم از خانه کرایی است با خدا مادرم بسیار سخت اشتباه کرد که اینمی کارا کرد امیم بفهمون که اونم فردی نبوگه لالاجمل بوگه یک خانه پیدا کنم بخبریم با خدا به تنگ آمدیم کاش که پیدا شد بریم گمش کنیم امروز سر روغن بسیار سر دیگه سر نمک میشه سر برنگ میشه بیخی دیگه بعد از همین جام نه آمدیم یک دو هفته نمیشه خواد کوچ مارد سر ما بالو کرد هر روز دعوا جنجال تو چی وقت یه رقم گپ باشه بر مادر من خود دیگه یک چیز عادی شده بیخی عادت کرده خب بر از عادی شده خود بردگاه خود نمی باشه خب خیر کوشش میکنیم که راضیش کنیم که از این خانه بریم یه دقیقه نفهمی مادر من بان که بگو میتونم در خانه جگر کنی خوب نیست بعد از جگر کنی میره در خانه جگر کنی باشه ای چی کنم بچه بریم خانه خودمون میریم و ما خوبان که گفتم من موی مامای تا بیارم بچه که مامای دل جمع شوه زن مامای گفتیم مامای زن کنه نه زن هم کرد آره زن کرد زنش تنها مونده نال غم هم بچه‌شون بخورم آره تو میسای که بچه نانم که مادر در کو اینم بیادر زادیت باشه تو میبینید میدانم میره بیادر زادیت است نه رگ خونت است موقع میگیریش نمیمونی که از یک جای پای گفته اوگار شد مامون پدر شده مادر کاش که بیادر نداشت آلو نمو بیادر ندارم پدر ندارم نمیتونم آلو ماما که از پدر میشه بچه ماما که از بیادر میشه زن مامای که زن خوب است وان یک گپ که از صدقی سرت شد فقط قربانت شم بخیر خیر شما بریم ما اینجا جارو کنیم مادر جان مرا صدقی کنید دیگه خنده کو مادر هیچ دیگه دخل نکو بخیر تمیز آورم خوز نیست مادر بیچاره ساده ما نمیفهمه هیچ هرچی که بگویی خدا ماشاءالله چقدر دختر خوب است اگه میگرفت چقدر خوب میشد نه هم راحت بودی خورزاده بود هم خوب میشد خورزاده سگ چقدر احترامت داره بزرگ دروست که میشد که احترامش دوچند میشد سمیرا جان گپ دهی از خوب که من خب پیشترم برات گفتم یکی خدای پاک خودش بهتر میفهمه که قلم کی که کی زده و قسمت آدم گفته نمیتونه نه یگان دفعه میگن کارم میکنه خوب از میگه قسمت کرده نمیتونه اینا لطه یک کار است خوب کمی خوشی من تو تابان نمیشناسم یک ستنبه کمی گفت اگر شدنی هم هست اینه میگه شود اینه خانه دان اگر نمیشم شود و باید هم مرم نمیفهم که یگان تا میگنی که نمیفهمم جان ما رو چوب ساخت هرچی کردیم گفت نه ما غیرمی خاندانم میگیرم براتون رفت اون موجه با هفته اون موجه میرفت میامد و دیگه میکرد با خدا گفت چید نیشه نگیرم اگه بانم آخر من شد رفت از دیگه دختر شد الله خوشیت بگه خدا در چا بنداز خدا در چا بندازی والا مجبور بودم به خاطر از اینکه او سخت جگرخون بود خوب سمیرا جان حالا تو خبر داری از قضیه دخترشون نواسای؟ خبر دارم ما تو جگرخون بود نمیشه دیگه که تصمیمای زندگی ترم بگیره جگرخون بود و خود بود میمانده تصمیم خودت بود تصمیم زندگی بچهت بود یک سلسله مشکلات است که آدم او را مد نظر گرفته کار میکنه و ما مجبور بودم خب بله از خدا مجبور چی بوده؟ های چی بگویم حال دیگه من گفتن نمیتونم
مجبوریت من تو باید درک میکردی. خب خیر بود به هر میفهمی. صورت دیگه ما برم دیگه بندازی برو دیگه پاسه. اما تو میگم که میگه که سواره از دل پیاده نمیایه. راستی تو نمو بخواست. یک دعوا که هیچ پرسان نکن. این یک موبایل که نوکیا اسپیسای بو هم خراب شده که من زنگ میزدم از جمعو زنگ زدم دمو چند دفعه زنگ زدم هیچ کس جواب نداد. او خراب است بچه می تو جان جلو سر ما آمد و آخر یک کمکی بیتر شد خیز و شما قصه کنیم خواهی که من برد یک پیاله چای نه هیچ چیز نبیر خدا جان به خدا هیچ چیز نبیر نمانده است نزله من تا اومدم شما رو دیدم بخی خوش شدم. در توی سر آمد یک چای نه نمیخورم ببی جان به خدا به زحمت تان روادار نیست من یک چند دقیقه میشنم رایتان چی است در خانه نو که رفتیم به خاطر چی کوچکشی بیا خلاص شد دیگه چند وقت پیش من گفتم باشه یک اموالتان بگیریم یک بگویمتان که اون طرف ما کوچ کردیم مگه می اومدین خانه ما آدرس یار براتون بود دروازه چشم دمیرا گوشم در اینمی که میای از بیرون یه آدامات میگه نواسی دا دختر زنگ زد خدا رو شکر که دیدم تا اونجا آمدم همی همسایه نالتان همی میگم کجا هستیم کلش میگم بچه یکش میگه خرید یکش میگه گرم کجا رفتی؟ مادرم گرم گرفتی خریدی چی کردی؟ نه ایره کرا گرفتیم که همین بود شریکی پیسی از خوب کلش چی است؟ میکنی چطور یک موضوع شد ما که در شبخانه بودم همی همکارا ویایم گفتن که اینا مچم بیاین پیسه پرتین که پیسه میگیره که سویا رو جور میکنه میبره خارج ما مادر گفتم بگی خیلی خانه رو بفروش چی کنیم نیم از پیسه رو ما گرفتم در که تو مچم کیسی گپا انداختم نیم پیسه دیگر میفهمی بیبی جان 6 ماه پیشکی گرفت کرای همین سونه ما دادیم به خاطر چی بدون مرد ما خانه نمیداد بدون مرد ما خانه نمیداد بیبی او رو گرفتیم اون فردی نبردیم که ضمانت کرده که من مردشان هستم خب کجا دور رفتی دیگه از اونجا دور رفتی از ابو قسمت یک ذره ای طرف دم کوچه بالایی کاش خیلی میپالیدم سعی کاش بیبی جان یک بزن خودم میامدم پشت میام کایم دخترم شالش تو کمرم نتمن پس کاش من میفهمیدم مادر بیبی جان از وقتی که نمی خانه میرم تو کارا کرده چی بگویم خاله امو کار کرده بود تو رو چرا قید کرده ولی من قید کرده بود که چرا دختر چرا خورزاده من ندادن دورم قگب شوشم کی نگرفته و بیخته شدن که ما خیر شده داماد حالا ببین سرخ چامیدشون حالا خب دمی ارمان بدم که بیار برای خانه تا نبفهم یک تا بیاین یک چیچا مرغ تا بیاین این ما آمدم بیبی خدا کل چیز تا جمع کو بخی کالا مال هر چیزی که داری بخ که بریم خانه ما چی میکنی نمیشینی رقم دما قصرم میکنم اوه نه قمی کارا بخی کلش نه چپن ما پتم بکش بخی میکشم بیبی جان ترویج زور صدام آوردی تو زور تو رسید تو تاکسی گرفتی خب ما در خانه نباشم سلمام نباشه تو هم نباشه خانه رو قو میبرم خود تو میرفتی مادر نمیجایی؟ ما چی کنم بچه در خانه نباشه خیلی تو اینجا تا شاید رفت به من چی آوردی چیز ناوردی خیلی با دخترت میبود هر چیز بوردی نه بچه برای به من هیچ خوردنی ناوردی من میگم خیلی با من این خوردنی در خدمت جانه کل زن خود دوستم میارم بچه میارم خب بیاجی دادم روی مامد تصادف پیره دیدم باز از کل بیاجی گرفت حالا بچه ما از مایت خراب بود رفت گفت جای ما را ببینه خانه چی ما را میگیرم گفتم نه ما هیچ چوسلی رفتن و گشتن بر من نیست من وقت یادت میرم خب مادر خدا نکنه چرا یادم میری به دخترم تو من دوست نداری با دخترم چطور دوست ندارم چطور دوستت ندارم اولادم هستی بچه خیلی همیشه یادم میره با من یک چیز نمیاری بیرون میگی بچه میارم بی دفعه نه میارم وادیم کتت هست میارم خیلی نه با زبان خود گفتم بدل خود باید میوردی شاید جدا شایی میکنم خوب شایی با خدا میبینی مادرم خوامی از خوبی که آورد نمی من آورد که خود که باش کرد خیر بیچارا در کدام جایی نمانن حال فهمید که نه پیسه دارن نه هیچی ندارن حالا ببین همین باز همین جمع دوا گرفته حالا همسایه از در از دیوار از همین نفر ببین همین جنگ دوا را روز چی میگن میگن زمین روز اول که آمدین جنگ و دوا رو شروع کردید امروز دیگه بزن سبا روز میکشم دیگه برین خانه خودتان خونه است گپ تو سایز ما میفهم که مادر دست خوبیش بود که ما را خیلی همه ما بفهمون بگو یا ما را که یک خانه پیدا کنم فردین و اجمل لالا را زمینجا بخبریم به خدا به تنگ آمدیم سایز کاش که از گپ من باز شوم بازم بگو خیلی برای شاید راست میگم به خدا اینجا نمیشه اونجا خواست خود ما بود اینجا همسایه خود روز یک دفعه آمد
هر یکم گلاس قهوه بخورم. ما برات بتم نه تو من سلام بدی من چطور سلام بتم هستی یک ذره یک سلام یک چیزی خدا آشپزخانه هستم دیگه من نوکر هستم هم کار ایلا بتی یاسمین جان خوب هستی بخیر است چی کردی یا کردی تو یک یاسمین نمونام دارم که حالا یک کار کو که خدا کنه این ما وار نشی خورک پیش پای خور نشیم این ما نکنه تو چرا پیش پای خود شدی؟ این ما رام در جوانی های ما هر کس میگم که علا شیکو علا شیکو علا شیکو های بلد برام انداخت بوی میته و دیگه میته و گاو باز آمده بوی داده باز آمده رد شیلا کد اگر نگرد پشت همی گپا نگرد چرا نگردم؟ او به خاطر بیبی خود آمده به خاطر بیبی خود آمده دیگه پیشمون نبیه که تیم رخ برخ نشه دیگه مار بسیار گپای بد زدن دیگه روش نبینن دیگه روش داریم نخوره خاله جون نمون خود دیدی از چی از زان ما برآمد نه چقدر شرمیدم به خودم تو زود برآمدم بچه این نشم خیلی دیگه تشویش کردم مریض شده بودم حالا کاکای ما چی دیگه باید تو کتور نمانه او طرفا بخیر رقم چی نمیکنه بیبی رویش یک رقمه کس از کاکای ما مثلا دادم صحیح امره من رویه نکرد بخیر کوک اخده کجا شورمه کجا زمین داشت کجا خانه داشت میگیره خالی شده بود از باب نبود نیست نیاقه چرا نیست وقت بیادرم است وقت پدرم است نه تو چوتار بود که تو با همین وقتی که میده کارش این خانه اقامت پیش از این تجربه کنه وقت حواله در هم قوالی خانه شد کل نمیکاراش دیگه ما مادرم که مادر من قطع تشویق میکردم مامای ما قدر من گفتم مامای نظامی دختر خیر نشد دختری خوب است هم است این یک انسانی با احترام است با نزاکت میگم اینا بالا جان خودم شده میفهمی